میگن در یکی از قریه های دور قندهار باغ بزرگی بود که هیچ کس شبانگام جرأت نمیکرد نزدیک آن باغ برود. باغ پر از درختهای کهنه انار و انگور بود و مردم باور داشتند که در آنجا جنها زندگی میکنند. یک جوان به نام سلیمان که همیشه دیگران را مسخره میکرد گفت: این قصه ها تمامش دروغ است. امشب میروم همان باغ و شب را همانجا میخوابم. همان شب با چراغ دستی و یک چاقو وارد باغ شد. نیمه های شب باد عجیب وزید. شاخه ها تکان میخوردند و سایه ها مثل آدم حرکت میکردند. سلیمان گفت: این همه از ترس خودم است. اما ناگهان صدای خنده بلندی از بالای درخت ها شنید. وقتی که چراغ بالا گرفت و دید که یک موجود عظیم روی شاخه ها نشسته. آن موجود شبیه آدم بود اما صورتش پر از چشم. نه یکی دوتا بلکه 40 چشم همش به یک باره به سلیمان نگاه میکردند. موجود با صدایی مثل 1000 نفر گفت: به باغ ما چرا آمدی؟ اینجا خانه ماست. سلیمان وحشت زده خواست بدوه اما ریشه های درخت مثل مار پاهایش گرفتند. 40 چشم آهسته آهسته از درخت پایین آمد. هر چشمش چیزی را نشان میداد. یکی آتش، یکی خون، یکی قبرهای باز، یکی جسد خودش. سلیمان شروع کرد به خواندن قرآن اما صدا از گلویش بیرون نمی آمد. موجود نزدیک شد. 40 چشمش همزمان گریه و خنده می کردن. بعد دست دراز کرد و چراغ را خاموش کرد. صبح که مردم به باغ رفتن فقط چاقوی سلیمان را پیدا کردند که در خاک فرو رفته بود و جسدش هیچگاه پیدا نشد. از آن زمان به بعد مردم میگن اگه شبانگام از باغ بگذری صدای سلیمان میشنوی که هنوز هم فریاد میزنه: کمک، مرا نجات بدهید. اما اگر جواب بدهی امو موجود 40 چشم به سراغت میآید.